رنگ ها این بار سخن می گویند. سخن از طبیعت، زندگی، زحمت، تلاش و نگرش به آینده. در یک کلام می توان گفت نقاشی هنر بیان ایده ها و عواطف است که طی آن رنگ ها بر روی یک سطح مانند کاغذ ایجاد شده و فردی که این فرایند توسط او انجام می گردد نقاش نام دارد. این هنر با آفرینش کیفیت‌های زیبایی شناخت معینی در یک زبان بصری دوبودی نیز تعریف می شود. با این همه با حال و هوای هنرستان نقاشی صبح وقت خزانی بود که به قدم زدن در کنار جاده ها پرداختم. جاده هایی که همه پر از برگ درختان زرد خزانی شده بودند و قدم زدن در این فضا حس نقاشانی که همواره با رنگونه چیزهای زیبا را ترسیم می کنند با همان خیال می اندازد. هنر نقاشی که در قرنها پیش تصویر زندگی، حال و هوای طبیعت را رنگارنگ کرده است، همه چیزهایی که در چشم ما می خورد می توان آن را در دستان نقاشان تماشا کرد. نقاشان کشور که همواره تلاش می کنند با انگشتان هنریشان زیبایی ها را به ارمغان بدهند، ما را واداشت تا با دمیدن آفتاب دست به کار شده و در مورد تابلوهای نقاشی شده با استاد خیام هم کلام شویم. آقای خیام، از چه زمان شما به هنر نقاشی روی آوردین؟ از آن کودکی یا نسبت به اینکه عشق و علاقه داشتین؟ البته که از دوران طفولیت، از زمانی که در مکتب ما معلم رسمی ما برای ما رسامی یاد میداد از بودن. بعدا از صنف 7 و 8 مکتب یک استاد ما بود، خدا غریق رحمت کنه، اونا مضمون رسم درس میدادن. وقت تا صنف 9 هم بود. اون از اونجا باز عشق و علاقه نسبت به هنر نقاشی پیدا شد و ما دانستم که تا این دم این هنر پیش ببرم. از زمانی که شما به گونه رسمی آغاز کردین هنر نقاشی را تا به حال چقدر دستاورد داشتین؟ از زمانی که ما به هنر نقاشی روی آوردیم، البته قسمی که قبلا هم گفتم طور بسیار عاشقانه و بسیار از ته دل ما کار کنیم. از اون وقت تا حال به اثر سعی و تلاش که داشتیم، البته شب روز تانستیم که هنر خود تقویه کنیم، شاگرد تربیه کنیم. مثلا نمایشگاه های را تدویر کنیم و همچنان تابلوها بسازیم. اینمی تمام کارهایی است که ما در طول زندگی خود که تقریبا به 45 سال یا بیشتر از اون میشه در می عرصه ما کار کنیم. آقای خیام، پیام شما به کسایی که هنر نقاشی را پیش میبرند، یعنی بگذار واضح بگوییم که همیشه با عالم خیالات سر و کار دارند، چی است؟ پیام ما به تمام هنرمندا، چی نقاش باشه، چی موسیقی باشه و چی هنرهای افغانایی که مروج است، پیام ما است که بسیار صادقانه، مخلصانه در فکر ازی باشند که ما خدمت برای مردم بکنیم، خدمت برای جامعه خود بکنیم، به خاطر ازی که همین هنر است که جامعه را اسلام است و جامعه را فهم میده. ما مثال خوب گفته میدانیم، همین در حدود 500 سال قبل، یعنی قرن 15 میلادی، در اینمی از اثر سعی و تلاش 3 هنرمند موفق ایتالیا بود که دوره رنسانس یا تجدید حیات در اروپا آمد. پس ما هم اینمی هنرمند هستیم، باید که افغانستان از این وضعیت که فعلا داره ما مسئولیت داریم که مردم آگاهی بتیم، ذهنشان روشن بسازیم تا مردم بتانن که
زندگی بهتر با صلح و آرامی داشته باشه. بله. دیگه استاد خیام که سالها عمرش را صرف هنر نقاشی کرده است در مورد دو تابلوهاش چنین میگوید: آقای خیام، چی زمانی تصویر نقاشی کردین و پیام این تصویر چی است؟ این تصویر تقریبا شاید که یک حدود 1 سال قبل ما را کار کردیم و توسط چیز از زغال کار شده بر روی کاغذ است و پیامی از این است که یک چیز منظره از زندگی مردم فقیر افغانستان، مردمی که به اثر جنگ بدبخت شدن، یک مادر و دختر است که با هم ششتن و کار میکنن در خانواده خود. خوب استاد، این تصویر چگونه است؟ تصویری که شما میبینید رنگ روغنی کار شده و یک منظره از مردم خیمه‌نشین یا کوچی که میگم از دور نشان میده. یعنی حالتی که شما میبینید حالت چیز است در داخل خیمه است، داخل خیمه است که زندگی خیمه‌نشینا را نشان میده که جزء وطن ماست. هرچند طی سالهای اخیر نقاشی در کشور رنگ رخ دیگری را پیدا کرده است، اما آنچنانی که باعث مایوسیت نقاشان و هنرمندان زبردست کشور شده است عدم حمایت صنایع دستیشان از سوی دولت است. دستگیری نقاشان، برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ و قرار دادن تابلوهایشان در معرض دیدن مردم، این همه عواملند که میتوان تحولی در هنرستان نقاشی و صنایع دستی کشور ایجاد کرد.